داستان علی و هم نبردش. در جنگ علی ابن ابی طالب دشمن خود را بر زمین افکند و به گردن او شمشیر نهاد که تا او را بکشد. پهلوان برای علی آب دهان انداخت. علی از کشتن او صرف نظر کرد و شمشیرش را در غلاف انداخت. پهلوان شکست خورده از این کار حیران شد. علی فرمود: من جنگ در راه خدا میکنم و تو را هم با فرمان او میخواستم بکشم، اما چون تو آبی دهان انداختی، اگر دست به خون تو می آلودم، این کار به خاطر خشم و کین می بود و از راه خدا دور می شدم. آنگاه علی داستانی را بیان کرد، یعنی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خبر داده بودند که فلان کس روزی تو را خواهد کشت و آن مرد که ظاهرا مسلمان بود و دست و پای علی افتاد که او را پیش از این که چنین گناهی بکند بکشد. حضرت علی با این که یقین داشت پیشبینی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم راست خواهد آمد، نخواست دشمن خود را بکشد و نخواست که خون کسی را به خاطر خود بریزد. پهلوان که این داستان را شنید سپس گفت: حالا دانستم تو پایبند هوای نفس نیستی و تنها در راه خدای فرمان و شمشیر میزنی. آنقدر بر خود حاکمیت داری که در اوج پیروزی بر دشمن جان او را میبخشی. من نیز اسلام میآورم. و با همراهی 50 نفر از خانواده و دوستانش ایمان آوردند و مسلمان شدند.